سلام رفقا، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از کانال کیو کارز. من مصطفی ام و امروز میخوایم بریم برای ماشینمون رینگ بگیریم. تو هم اگه میخوای زیر ماشینت رینگ بندازی حتما این ویدیو رو تا آخر نگاه. ساعت الان 7 صبح و از اونجایی که توی قم تنوع خیلی پایین تصمیم گرفتیم بریم تهران خرید کنیم. امروز میخوام ببرمتون بهشت ماشین بازا توی تهران. پس ویدیو رو لایک و ساب کن چون ما داریم اینجا زحمت میکشیم. تو نمیدونی چه بلایی سرم اومده. بچه‌ها ما توی قم یکی دو تا رینگ فروشی بزرگ بیشتر نداریم. رفتم کاراشون رو دیدم، هم تنوعشون نسبت به تهران پایین‌تره، هم حس کردم قیمت‌ها رو خیلی بالا دارن میگن. با این استا خیلی تفاوت داشت. حالا بریم تهران ببینیم چه جور میشه. آقا هوای تهران امروز خیلی تمیزه ها، خیلی کم پیش میاد دماوند از وسط اتوبان پیدا باشه. الان 60-70 تا تهران داریم. از تهران تا اونجا فکر کنم 50-60 کیلومتر باشه. 100-110 کیلومتر فاصله است. ببین چقدر بلنده که از اینجا پیداست. آقا ما رسیدیم، ماشین رو گذاشتیم پارکینگ، بعد بریم با مترو بریم اونجا. خیلی شلوغه، تو ترافیک میمونیم. الان ترمینال جنوبیم، بعد بریم ایستگاه امام خمینی پیاده شیم. اینجا خیابون امیرکبیر یا همون چراغ برقه. بعد بریم سمت چهارراه سرچشمه. خب بچه‌ها بالاخره رسیدیم. اینجا معروفه به بهشت ماشین بازا، بورس انواع رینگ و لاستیک برای همه ماشینا. شما هر ماشینی داشته باشین اینجا براش رینگ و لاستیک پیدا می‌کنید. اگه با ماشین بخواید بیاین میدون بهارستان و از مصطفی خمینی بیاین پایین، نرسیده به چهارراه سرچشمه یه کوچه است به اسم کوچه کوکب یا همون زغالیای معروف که طرف است به سمت خیابون امیرکبیر. جمعه معمولا اینجا خیلی شلوغ میشه، پس حتما پیشنهاد میکنم وسط هفته بیاین. بچه‌ها من کوچه رو زیر و رو کردم، همه مغازه‌ها رو تقریبا رفتم. قیمت‌ها خیلی بالا و پایین داره. حالا بریم چند تا رینگ نشونتون بدم، قیمتاش هم بهتون بگم. این وسط یه فکتی وجود داره که تفاوت قیمت اینا رو میگم بابت اینه که مثلا این هک لهستانه یا این هک ایتالیاه، ولی باید بهتون بگم اینا همشون چینی هن و کیفیت همشون توی سطح. تفاوت قیمت ها هم به خاطر همینه. مثلا این پیتلاین سایز 16 رو از 16 تا 17.5 بهمون قیمت دادن، یا این اوزد 12 پرم که اسمشو نمیدونم حدود 17.5 قیمتشه. یکم این طرفتر سلطان استرامبولیه که سایز 16 رو از 16.5 میلیون تا 18 تومن بهمون قیمت دادن. رینگ پرطرفدار بعدی اوزد اولترا لگراه، اسمش هم خیلی سخته. سایز 16 حدود 16.5 و این اوزد ایندی که سایز 16 حدود 17 تومن قیمتش. اومدیم مغازه دیگه این اوزدهای لجند رو داره که قیمتشو نپرسیدم. الان نمیدونم چی باید بگم ولی خیلی خوشگله. این طرف هم رینگ ساواره زیبا رو داریم که سایز 16 حدود 18 تومن و رینگ ووک که رینگ ماهده است 32 میلیون. این اوزدا هم فقط سایز 17 و 18 داره که سایز 17ش 24 میلیون در میاد. بچه‌ها تنوع خیلی بالا، اصلا نمیشه اینجوری انتخاب کرد. اومدم ماشین رو از پارکینگ برداشتم بریم چند تا رینگ رو پروف کنیم تا ببینیم زیر 206 چه جوری میشه. داشتم میرفتم سمت کوچه زغالیا که رینگا رو پروف کنم. اول خیابون ری چند تا رینگ فروشی دیدم، گفتم بذار رینگا رو قیمت کنم که خودش قیمتاشون خیلی پایین‌تر. همینجا اومدیم وایسادیم چند تا رینگ پروف کردیم. من پیج اینستا اگه نگاه کنی درست فالوور ندارم ولی مشتریای خودمو دارم. بعد کلی گشتم به این نتیجه رسیدم که آقا استرامبولی از همه قشنگ‌تره. بازگشت همه به سوی اوست. حالا بعد انتخاب مدل بین رنگاش میکنم آقا این نقره‌ایه بهتره یا این شادو گری، اصلا به کیومرث کدوماش بیشتر میاد. داشتیم رنگا رو انتخاب میکردیم که خدا یه دونه گیسیش خاکستری از اون بالا انداخت پایین برام. رینگای اوزد یه عیب دیگه‌ای که نسبت به استرا داشتن این بود که نزدیک 2 سانت پهن‌تر از استرا بودن و از زیر ماشین بیرون میزدن و گلگیر اسپورت میخواستن تا زیر ماشین رخ پیدا کنه. خودم که نظرم روی شادو گریه، ولی شما بگین اگه بودین کدومو برمی‌داشتین؟ این زیر برام کامنت کنید. خب اینم از رینگای خوشگل ما که الان رسید. بچه‌ها اینا رو گرفتم 16 تومن. همین تو قم 18.5 قیمت کرده بودم. به نظرم که ارزششو داشت بیام این همه بگردم. خب اینم از آنباکسش، بهترین حس دنیا.
بچه ها چطوری؟ رینگا رو انداختیم بالا، بریم براشون لاستیک پیدا کنیم. از تهران لاستیک نخریدم چون حس کردم که یکم قیمت ها رو دارم بالا میگن. تهران از حدود 5.5 تا 6 تومن قیمت لاستیک چینی به ما دادن که به نظرم بالا اومد و نخریدم. حالا قبل از این ویدیو چند جا رفتم توی قم گشتم و حدود 4.5 تا 5 تومن لاستیک چینی خوب پیدا کردم و میخوام برم الان ببینم چه جوریه. بمونین تا نشونتون بدم چه جور میشه. بچه‌ها بالاخره لاستیکم برای رینگا گرفتم. سایزی که گرفتیم 195 50 16 برای اینکه سواری نرمتری داشته باشه. فاق 50 گرفتم براشون. قیمت لاستیکا هم جفتی 4.5 برامون در اومد. خب بالاخره به لحظه موعود رسیدیم. رینگا رو دونه دونه در میاریم و لاستیکا رو بهش میزنیم تا برن زیر ماشین. بچه‌ها شاید براتون سوال شده باشه که چرا رینگ 16 گرفتم 17 نگرفتم. من قبلا زیر 206 رینگ 17 داشتم. توی سواری شهری واقعا اذیتتون میکنه و به شدت میکوبه این رینگ. جدی میفرمایی؟ اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ درسته رخ خوبی زیر 206 و 207 داره ولی واقعا اذیتتون میکنه و پشیمون میشید. به خاطر همینی که این سری 16 گرفتم. 16 واقعا هم نرمتره هم یه رخ خوب به ماشینتون میده. دقایق آخر قالپا لحظه خیلی مهمیه. بچه ها لاستیکا رو انداختیم. الان بعد با این سربای چسبی بیایم چرخا رو بالانس کنیم و یواش یواش بندازیم زیر ماشین. شاید باورتون نشه ولی بعد 17 سال تنها چیزی که سالم مونده توی این ماشین همین قالپاقاست که حتی یه دونه خط هم روشون نیست و این خیلی عجیبه. اولیش رفت که بره زیر ماشین. یه طرف ماشین رو انداختیم بریم سمت راننده رو بندازیم. رو بگیر. خب بچه ها اینم از داستان رینگ. رخ ماشین خیلی عوض شد ولی برای اینکه بهتر بشه و رینگا بیشتر به چشم بیاد بعد ارتفاع بزنیم. اگه این ویدیو رو دوست داشتی حتما لایکش کن، چنل منو ساب بزن چون قراره کلی کار خفن دیگه روی این ماشین انجام بدم.